Something wrong, John? What? You've been awfully quiet the last few days. Oh, he's just mad that he missed all the action. Don't worry, John. You'll get your chance to deal with the Indians. Yeah, we'll take care of them like we did last time, eh, mates? سلام دوستان، وقتتون بخیر. من ترابی هستم، مدرس مجموعه زبان ترابی. این جمله رو در نظر بگیرید. You have been awfully quiet. Quiet که به معنی ساکت هستش. You have been حال کامله. Last few days. Last few days. یعنی این چند روز اخیر. Few به معنای تعداد کم هم هست. یعنی این چند روز اخیر، این چند روز قبل شما خیلی ساکت بودی. عبارت بعدی ما miss all the action, miss something. miss هم به معنی دلتنگ شدن هستش. من دلم برای چیزی تنگ شده و هم به معنای از دست دادن چیزی. پس هم به معنی دلتنگ شدن و هم به معنای از دست دادن. عبارت بعدی get chance. get chance. Get chance یعنی یه فرصتی پیدا کردن. Don't worry John, you will get your chance. You will get your chance. یعنی این فرصت رو به دست میاری، این شانس رو به دست میاری to deal with the Indians. Deal with someone. Deal with یعنی روبرو شدن با کسی یا مقابله کردن با کسی یا در معاملات. ما با فردی معامله میخوایم ببندیم، یه شرطی ببندیم و در جواب میگیم deal یعنی حله یا این قرارداد بسته شد، ما موافقت کردیم. به این معانی هم هست. Take care of them. We will take care of them. Take care هم به معنی مراقبت کردن و هم به معنی اینکه یه مسئولیتی رو ما قبول کنیم در حال یه زمینه‌ای و یا در اینجا منظورش اینه که ما حسابشون رو میرسیم، یعنی دوباره با این افراد ما روبرو خواهیم شد. Like we did the last time. Like به معنای درست. درست مثل دفعه قبل یا مثل دفعه قبل. پس like یعنی مثل دفعه قبل که این کار رو کردیم، باز هم ما با این افراد روبرو خواهیم شد و خب حسابشون رو میرسیم. پس we will take care of them like we did the last time. We will take care of them. این قسمت از جمله به صورت آینده ساده بیان شده و قسمت دوم like we did the last time به صورت گذشته ساده. did به صورت گذشته هستش. Come on, Ben, it's just a little fun. Oh, sure, we're having loads of fun, right? Look at us. No gold, no food, while Ratcliffe sits up in his tent all day, happy as a clam. عبارت بعدی come on, they need just a little fun. We are having loads of fun. Loads of یعنی یه عالمه از چیزی. Loads of fun, loads of people یه عالمه از مردم یا افراد زیادی از انسان ها. No food و در ادامه خب no food, no gold یعنی هیچ غذایی نیست، هیچ طلایی پیدا نیست. در حالی که while یعنی در حالی که حالا اون فرد Ratcliffe sit up in his tent. Sit up in his tent. tent به معنی چادر هست. sit up منظورش اینه که این فرد در چادر مدام نشسته یا بیداره. all day منظور این که بیکار هستش، ولی ما داریم اینجا تلاش میکنیم و زمین رو میکنیم. I'm doomed. I should be wallowing in riches by now, and I haven't found as much as a speck. Happy as a clam یعنی خیلی خوشحاله. یک عبارت هستش. I am doomed من گند زدم یا من شکست خوردم. کلمه بعدی wallow. wallow یعنی غلطیدن. wallow پس یعنی غلط زدن، هم اسم و هم فعل. این riches. rich به معنی ثروت. by now یعنی تا به الان. I haven't found as much as a speck. as much as حتی یه ذره هم من پیدا نکردم. I haven't found و این قسمت از جمله ما حال کامله. پس as much as a speck یعنی اندازه یه ذره هم من طلا یا ثروت پیدا نکردم. What am I overlooking?
Wiggins, why do you think those insolent heathens attacked us? Because we invaded their land and cut down their trees and dug up their earth. It's the gold. They have it, and they don't want us to take it from them. Well, I'll just have to take it by force then, won't I? overlook یعنی غفلت کردن از چیزی، چشم پوشی کردن هم معنی میده، یه چیزی رو جا انداختن، یعنی ندیده. منظورش این هستش. Why do you think those insolent یعنی گستاخ یا جسور. پس insolent گستاخ، جسور. heathen یعنی در واقع بت پرست یا کافر. پس heathen attack به معنی حمله کردن. insolent heathen attack. این عبارتی که در اینجا داریم تمام جملاتی که در واقع ذکر شده یا همون فعل ها به صورت گذشته ساده هستن. invade، cut down، dug up که همون گذشته دیگ هستش. همشون به صورت گذشته بیان شده. یعنی ما invade تجاوز کردیم به زمین هاشون، حمله کردیم. cut down their trees، cut قسمت دوم فعل باز هم خودشه، cut درخت هاشون رو بریدیم، قطع کردیم. dug up their earth زمینشون رو در واقع حفاری کردیم یا کندیم. It's the gold, they have it and they don't want us to take it. و nemikhwan که ما take it یعنی اون در واقع این طلا رو ازشون بگیریم و جمله اینجا حال ساده هستش. You there! Where's Captain Smith? Well, he's gone. Aye, your singing must have scared them off. By force یعنی به زور. I just have to یعنی باید دیگه. have to باید. take it یعنی بگیرم. by force با زور و اجبار. و عبارت آخر scare off یعنی ترسیدن یا فردی رو حالا ترسوندن. مثلا میتونیم بگیم یه مثال بزنیم. Boys have been scared off by the sound. پسرها توسط اون صدایی که شنیدن ترسیدن.